آش اندک خویش حلالترین و شیرینترین افسین را به خانه میبرد، اما عده‌ای هم این مسئولیت را فراموش میکنند. تو نگفتم دیگه اینجا نبی؟ خیر آمور صاحب محترم، یک سو خطا میشه دیگه. برو دیگه از منطقه. داخل موتر بشی گپ چی گپ میزنی؟ بو گپ نمیشه بزن. موتر بشی آمور صاحب. خیر است آمور صاحب محترم، داخل موتر بشی. از روزی که از این بندر مرای کردی با خدا که پیسه دیل آمور صاحب پیدا کنم. جزای دزی بدتر. 4 پیک برام میدادی فقانت برآمده بود. او بچه ای ما مجبور هستم. 4 پیک دولت میده پیسه نان خوشم نمیشه. باز پدر خدا بیامرز میگفت رشوت نگیرین، حرام نخورین. نه در وقت پامپرس بود، نه شیر خوش، نه دیگهش. راست میگه آمور صاحب، ما بخور راست میگه. 4 دانه کلاه در کنج تشنام بنداختن، یک ماشونه بس میگه. آمور صاحب کمی ما کرم شما. امشب روز سال نو آخر همین 100 روبه. سال نو عید و برات روزهای پرآید برای اوست. برای جمشید هم متفاوت است. او ناظر وقایع عجیب و غریب در این جاده است. مردم متفاوت، مشتریان متفاوت. کسی او را می گریاند و کسی هم می خنداند. او با مزد اندکی که از پیشه خود کمایی می کند زندگی مادر و 3 خواهر خویش را به پیش می برد. او پرتلاش، زحمتکش و صادق است. کاکا چی میگی؟ نان خود گرفتی دیگه؟ کاکا یادم نان زیاد شده. جور هستی؟ بخیر هستی؟ شکر خوب هستم. به سال نه فکر میکنم کاربارتان جور است. فضل خداست. افسین خریدی یا نه؟ میفهمی افسین چی هسته؟ شنیده من نمیفهم که چی. او دیوانه دسترخوان به افسین در سال نو که نمود دارد. من کل رفتم افسین میخرم. تو هم چه خانه رفتی بخر؟ یک هفته است که خوراکم نان خشک و چای تلخ میخوره. امشب برشون شکر میبنم زیاد که خوشحال میشه. ما خودم دستم استاد. چی که پس؟ من لیسانس استاد بودم، خودت آمد دیگه بده. لیسانس داری؟ ما خودم دستم استاد. بریم تو برو تو برای خب صحیح است. خب گفتم برای بیا. تو چطور فهمیدی که من اینجا هستم؟ در موتر رکس بالاش میفهمیدم که حتما همینجا میایی. بالا سی به خدا بالا. بچه بر جمشید هم یک کباب نه بیار. که ترافیک من هم خورده. چه وقت نان خوردی؟ چه بیشتر. بچه من از تو یک چیز پرسان کنم. همین پیسه ما چرا نمیگیری؟ هر صبح تو دیگر در اینجا کار میکنی؟ وقتی که پیسه میتونم نمیگی. این حق تو هسته. یک گونه که بوتای من رنگ کردی. در هتل وقتی گفتم بیا نان بخور گفتی نان خوردیم. باز بری دیدیم که چای نان میخوری. پیسه ما چرا نمیگیری؟ تو را میگم بچه. پیسه ما چرا نمیگیری؟ به خاطر که من میفهم شما پیسه از کجا میگیره. از کجا؟ همو تروانا.
ما پدرم همیشه نصیحت کرد پیسه را ما نگیره. کاکا طرفی و پیسه را که شما میگیرین او حرام است. کاکا طرفی چی؟ الان حرام است. چی یاد میتی برای من؟ هی قیده بچه سر من گم میزنه. لودره پیلا کن. بچم، زندگی میدان مبارزه است. سلاح ما ایمانداری و صداقت ماست. بی او سلاح دست پای ما بسته است. وقت یک طفل خردم ما را به زمین میزنه و آبروی ما را میبرد. کاکا طرفی و پیسه را که شما میگیرین او حرام است. کاکا طرفی الان حرام است. چی یاد میتی برای من؟ بچم، در نیم نان قناعت کو و سربلند زندگی کو. ماندنم باشیم. هم جمشید نامده بود امروز؟ هم بشیر انگمالا میگی؟ نه نامده. خوب شد که پیدا کردم. میفهم که سرم قار هستی. جمشید جان، در زمستان سرد، تابستان گرم، شو نمیگیم، روز نمیگیم، تمام وقت این سرکا وظیفه اجرا میکنیم و همین ماشه که بر ما دولت میته، همین ماش حلال است نی؟ ما از همون ماش حلال خود برای رفسین خریدیم. جمشید جان، تو در خانه 7 سین نی 8 سین میبری که او سین سربلندی توست که نصیب هر کس نمیشه. خوشی های سال نو، عید و براته تنها قلب پاک تو احساس کرده میتونه و برای تو میزیبه. اگر بازم فکر میکنی که حلال نیست، بازبانش نبریش. بادار جان اینجاستی؟ جور بخیر، خوب تازه هستی جان؟ تکبر جور است؟ صحت سلامت. والا طاله داشت رفتم در بندر نبودی مرد. این خوشبختانه که اینجا پیدا شدی. شب و روز سال نو است. من گفتم کم خرج نباشی. اینمی یک چیزه که ناچیز است، چند ناچیز هم نیست. من گفتم که من بریم که اولادا اشین ببرم. ناوقت شده.